دین یعنی آیین و روش زندگی. دین یعنی سبک زندگی. مثلا اگه بخوام دین رو ترجمه کنیم میشه سبک زندگی، مقررات زندگی. این مقررات کی تعیین میکنه برای شما؟ اونی که مقررات زندگی من تعیین میکنه هر چقدر متخصصتر، بزرگتر و آگاهتر باشه زندگی من درست‌تر است، صحیح‌تر است و من بیشتر به نتیجه میرسم. شرافت یک انسان به الگوی زندگیش. برای همینم مهمترین سوال قیامت سوال از امامه. این یادتون نره. یعنی اگر شما در هر امتحان تو قیامت قبول شید ولی الگوتون غیر از الله باشه و معصوم، ردی. مهمترین سوال قیامت سوال از الگوه. آدم ها فردی مشهور نمیشن، دسته میگن آقا بریز دست الگوهاتون کیا هستن، بریز زیر نظر هم الگو. هر کس با امام خودش مشهور میشه. هر کس رو امام خودت، الگوی خودت قرار دادی، با او مشهور میشی در قیامت. ببین چه کسی رو الگوی خودت قرار بدی. ماهواره است، اینترنت، فلان ورزشکاره، فلان شاعره، فلان فیلسوفه، فلان آدم ضعیفه. برو هر کسی میخوای با لیاقتت هم همونه. چون حضرت میفرماد لیاقت هر انسانی به این است که تو چه کسی رو به عنوان الگو قرار میدی. سبک زندگی تو، مرام تو، شخصیت تو، قدرت ها تو، اعتبارات زندگی تو از چه کسی میگیری؟ از کی؟ از کجا میگیری؟ اینقدر شرافت.